قاعده 190 این هست که مدعیان علم غیب بفهمید. چند قسم مردم ادعای علم غیب میکنن. اولش ساحر و جادوگر است که ما به شما گفتیم. دومش منجم کسایی هستن که ستاره شناس هستن یا از طریق ستاره شناسی. باز میگه رسول الله صلی الله علیه و آله میگه من اقتبس شعبة من النجوم، کسی که ستاره شناسی کرد. یکی ستاره شناسی علمی ساینسی هست، تور از نگاه ساینس و تکنولوژی سرش تحقیق میکنه. یکی ستاره شناسی که از طریق شناسا میگه این ستاره کس این کارا میکنه، این ستاره کس مثلا عویز، این ستاره آتشی، این ستاره تو اترس. این به انسان ها ارتباط میدن، یعنی ستاره ها را به احوال زمین ارتباط میدن که سر تو غم میاره و سر تو چی میاره. اینی هست. و رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که من اقتبس شعبة من النجوم، کسی که یک شعبه از نجوم اقتباس بکنه فقد اقتبس شعبة من السحر، پس یک شعبه از جادو را گرفتن. پس خود ستاره شناسی یکی از شعبات جادوگری هست. حدیث ابو داود است، اسناده صحیح و صححه النووی و الذهبی. امام نووی و امام ذهبی این چی کردن؟ گفتن حدیث صحیح هست و این ابو داود و ابن ماجه و احمد بن حنبل و دیگرها یا در کتابهای خودی را روایت کردن. سوم، طایفه که از این کسایی که ادعای علم غیب میکنن و کافر میشن طلسم کاران هستن. طلسم یک لفظ یا یک کلمه یونانی هست که به معنای چیز مفهوم میگن، نوشته های نامفهوم، تصاویر نامفهوم، چیزایی رو میاره که تو را هر قدر سعی کنی نمیفهمی. این طلسمیات میگن. و در اصطلاح خطهایی است که معانی از او چیز فهمیده نمیشه. یعنی یک وقت شما سعی کنید در بعضی تعویضا و طلسم است، وقتی که واز میکنی ورقه یا در تخته نوشته کرده یا در کاغذ نوشته کرده یا در چرم نوشته کرده یا در پوست یک چیز نوشته کرده یا در پوست یک حیوان نوشته کرده، متوجه هستین؟ اینه که شما حالا بخواین هر قدر سعی میکنید خط خطکی طلسم ها هست که او طلسم های جادوگری هست که پیش از اونا با کلمات شرکی و کفری هست که خود از اونا میفهمه، اما کسی که میخونه بازوره فهمیده نمیتونه. اینی طلسم است. فهمیدی؟ از این خاطر علمای عقیده میگن دیگه در مجموع فتاوای کبرا در جلد اول صفحه 389 گفته است که الطلسمات داخلتون فی علم النجوم و السحر. طلسم ها هم که است یعنی تعویض هایی که خطش خوانده نمیشه، چی در تخته باشه، چی در کاغذ باشه، چی در اینا کلش داخل هستن در علم سحر. این طلسم ها گاهی در نعل اسب رو نوشته میکنن، نعل اسب اویزان میکنن، گاهی در تعویضا به شکل کاغذ نوشته میکنن، گاهی تومار هاست در شانه و پا شخ بستش میکنن، گاهی در تخته های چوب است، گاهی در تصویر آهنی چلپاسک است در این نوشته میشده باشه، گاهی در گشتم در آهنی گشتم میکشن باز اون نوشته میکنن. این طلسم ها رو دارن. پس اینا کل شعبات از چی است؟ از ادعای علم غیب است و شرکیات و کفریات است. چهارمش ابجد نویسا هستن. بعضی حروف است برای به هر حرف یک عدد دادن. ابجد، هوس، خوتی، کلمن، صعف است، قرش است، سخ است، دزاق، اینیا هست. باز برای از 1 تا 1000 نمبر دادن. بازیا در جادوهای خود در کارهای سحر و جادوگری باز از این اعداد استفاده میکنن. مثلا 786 اینه میگن این مساوی با بسم الله الرحمن الرحیم است. اون دعا که تعویض میکنن چرا 786 نوشته میکنن؟ به خاطر هری کرشنا هم هری کرشنا رو شما حرفایش با مو عدد جمع کنین 786 میتن. فهمیدی؟ یعنی هری کرشنا، هری چشمه یا کاف ری شین نون الف کرشنا یک بت اون دو هاست. و میگن هری کرشنا، هری رام، این امو عبادتشان است برای بت هایشان. پس کلمه هری کرشنا اگر حرفایش به ابجد نوشته کنی چند میکشه؟ 786 میکشه. شما ایره باز اگر وقت داشتین کتابچه‌تون برین و براتون امیر عملا نشان بدم. از عبدالله ابن عباس حال بسیاری تعویضا که هست در افغانستان مروج است که چی نوشته میشه؟ که از زمین ابجد نوشته میشه. یک جدول که سعی میکنه نوشته 36 25 42 70 60 اینطوری. اونم نفر که نوشته میکنه جاهل است، نمیفهمه، خود در شرک مبتلا میکنه. رسول الله صلی الله علیه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما یک صحابی است که رسول الله صلی الله علیه و آله دعا کرده بود که
بسیار برای رسول هم دعا کرده و این بزرگترین مفسر قرآن است، این دین بسیار خوب میفهمید. از این پرسان کردن، گفتن صاحب شما خود صحابی پیغمبر هستین، این یک تعداد مردمای پیدا شدن که چی میکنن، این عددا را ابجد این گپا نوشته میکنن، چی است نظر شما چی است درباره ابجد نویسی؟ عبدالله ابن عباس گفت ما ارى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هر کسی که یه ابجد نوشته کنه ما به نزد الله برای هیچ نصیبی نمیبینم، هیچ نصیبی نیست برای ما ارى. این گپ عبدالله ابن عباس است. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه ما ارى، میگه من نمیبینم. این معمری در الجامع و بیهقی در سنن کبری، کتاب در سنن کبری بیهقی، این قول امام عبدالله ابن عباس است در جلد 8 صفحه 139 که میگه ما ارى من فعل ذلك، میگه من نمیبینم کسی که ابجد نویسی میکنه در این ورقها، فهمیدی یعنی له عند الله من خلاق، برای این کدام خلاق نصیبه، یعنی من به نظر من این پیش الله در روز آخرت نصیب نداره، یعنی با اینمی ابجد نویسی خود این از جنت الهی چی میشه؟ محروم میشه. فهمیدین یعنی؟ پس اینجا هست اینا هم با اینمی کارهای خود در ادعای علم غیب داخل میشن. پنجم قسم از این مردم ها که ادعای علم غیب میکنن، کسایی که در تارها چف میکنن، تار تو میتن باز تار کف میکنن، باز تار تو میتن کف میکنن، یا نفسهای خبیث و ارواحهای شریر هستن. الله سبحانه و تعالی میگه و من شر النفاثات فی العقد، یعنی شما پناه ببرین قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد، و از شر کسانی که پف میکنن در چی؟ در تارها. نفس در زبان عربی پف کردن، چف کردن میگن، در تارها چف میکنن. این هم یکی از کارهای جادوگرا هست. ششم قسمش کاهن و عراف هستن که ادعای علم غیب میکنن. کاهن و عراف کدام مردم هستن؟ کاهن کسی است که توسط ستاره شناسی از غیب در آینده خبر میده. ستاره شناسی میکنه از آینده، وقتی که خبر داد او را کاهن میگن که در آینده ای گپ میشه، تو یک هفته بعد مریض میشی، 2 هفته بعد مریض میشی، 1 هفته بعد سر تو غم میاد، 2 هفته بعد سر تو مشکل میاد، ایره کاهن میگن. و عراف چیزی میگن؟ عراف کسی که از چیزهای غیبی واقع شده خبر میده. مثلا میگه گاوت گم شده، من برات خبر میدم که در کجا هست. یا کسی مثلا فرزندش گم شده، میگه من برات خبر میدم که در فلان جا است. پس اینی کاهن و عراف هستن. فرق بینشون چی است؟ که کاهن هم از ادعای غیب میکنه، عراف هم ادعای غیب میکنه. کاهن از گذشته خبر میده و عراف از گذشته و کاهن از آینده. این کار حرام است و ادعای علم غیب است و کسی که این کار میکنه کافر میشه، ادعای علم غیب میکنه، و کسی که اینا را تایید میکنه این هم کافر میشه. سعی کنین صفیه رضی الله عنها این میگه عن النبی صلی الله علیه و سلم، میگه من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که گفت من اتا عرافا، کسی که پیشمی فالبینه که خبر میده از در غیب گپ میزنه، میگه کسی که پیش ازی آمد فسأله عن شیء، از پیش یک چیز پرسان کرد از پیشش که من یک مشکل دارم تا می فالم ببین، لم تقبل له صلاة 40 لیله، 40 شبانه روز عبادت از این چی میشه؟ باطل میشه. مجلده که پیش می فال بین 6. این حدیث صفیه رضی الله عنها، حدیث صحیح مسلم است در جلد 4 1751. در حدیث دیگه روایت شده که عن ابی هریره عن رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابو هریره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنه. فهمیدین روایت چی میکنه؟ میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که من اتا کاهنا، هر کسی که پیش یک کاهن آمد، او عرافا، یا پیش یک عراف آمد، یعنی کسایی که از علم غیب چیز از گذشته خبر میده، چی از آینده، اگر پیش ازی آمد فصدقه بما یقول، بازی رو تصدیق کرد، راست گفته، میگه فقط کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم، میگه کافر شده به آنچه که بر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شده. پس کسی که پیش یک فالبین و جادوگر و عراف و کاهن میره
که یا از غیب گذشته یا از غیب آینده خبر میده، چی است؟ این میگه کافر شده به چی؟ به آنچه که به رسول الله صلی الله علیه و شد. خب اینجا دو حدیث آمد. یک حدیث میگه 40 شبانه روز عبادت از این قبول نمیشه، یک حدیث میگه کافر شده مطلقاً. این چه قسم دو حدیث با هم یک جای کنیم نه؟ این حدیث دو معنا داره. مثلا یک نفر این بر دو شخص است. یک نفر رفت پیش کاهن، مجردی که از این سوال کرد فال خدا دید 40 شبانه روز عبادت خدا از دست داد اما کافر نشد. اما شخص دوم رفت سوال کرد، بر علاوه سوال وقتی که برش این فالبین جواب داد، این چی کرد؟ تصدیقش کرد، گفت ها راست میگه تو راست خدا. اینه چرا این در ایمانش خلل آمد. چرا ایمان چی است؟ اقرار به زبان است و تصدیق بالقلب. این حال ای به زبان خود اقرار کرد و در قلب خودم چی کرد؟ تصدیق کرد. این از این خاطر او حدیث برای اون نفر است، این حدیث برای نفر دیگه است. قسم هفتم کفشناسا هستند. کفشناسا کدام مردم هستند؟ که اینا از طلسم‌های جادوگران و فالبینا و کاهنا استفاده میکنن، منتها از طریق خطهایی که در کف دست است. در عصر جاهلیت امو کاهنا و جادوگرا و فالبینا خط در روی زمین میکشیدن و تا خطا میکشیدن، باز جادوگری میکردن، باز میفی خط تراس تو تراسی قسمی هستی. پسان این خطها را به چی انتقال دادن؟ به کف دست. مثلا کف دست را میگیره، باز میگه این خط دست تو که انتو باشه، تو سر تو غم میایه که خط دست تو باشه، این قسمی میایه. این هم از غیب از گپا گپ میزنه. تا مفتیان اسلام این عمل حرام و کفر میگن، فهمید یعنی؟ و همچنان از جمله کف شناسا کسایی هستن که در پیاله، بعضی کسا در کف شناسی میکنن، بعضی در پیاله در گپای کارا میکنن، این کلشان در جمله اینمی داخل میشن.